حضرت این نوتوش خریم حمله پرید خبرگیر رو خیلیت ساعت سبب سلامت هستین؟ بچه ها خوبه؟ زولو در چیز نمیگه که چطور نکنه؟ خوب ناس انشاءالله خیلی خوب من این دفعه به انسا میبینیم بسیار حضرت یک دیوان نمیگه خیلی سلام جون بگذاری کجا تونده بود زدی نفت میبخش ما ایش نبودیم چه خیلی جامعه خلال نمیده جامعه نه خدا کدوم دوستار مبارک آمین جمله ما رو خدا من نجات بده فرزنداش هم رسید خودش خدمت الله رحمت شما در حضرت شما بسیار تشکر شما خوبه الحمدلله زیارای مقدس همه خوب همه چه حال داری؟ مشغول اوخانای سرخ شروع شکلش داد. شاید اون لازم. خیتو دو خشی دیگه امیو. زفر احمد محمد تقی. أنا زفر احمد عثمانی در اعلاء السنن رسینا باید امام دیگر. اعلاء السنن همین حدیث یوب میکدر باید دلیل زیاد اضافه کرده که برای تقویتش برای حجت بودنش که باید این نظری که علامی تهانوی گذشته گرد و این مقامی باید از محمد تقی عثمانی محمد شفیع عثمانی رو بالاتر و استاد اینا هستن هر دوش هم علامی تهانوی هم زفر احمد عثمانی این اصول دیگه خود ما حتی یک ردیه رو که نمی‌شونده بود در محمدی من اون مسجایی که در سعودی است همین مثلا وقتی که من جایز گفته در اینترنت در نام برو ما باید یک ردیه نمی‌شونم مفصل یک جواب در اونگاز در اینترنت چیز و حدیثی مثلا من چی آوردنی شرط بندی حضرت ابوبکر با مثلا چیزا آوردگی است با مشرکا رو در مسئله رومی فاس جنگ رومی فاس با مسئله ریبای حضرت عباس مثال آوردگی است که تا وقتی که مثلا پیغمبر خدا سال حجت الوداع بر ریباهایی که بکار کرد حضرت عباس مسلمان بود میگه سال جنگ بعد اسلام قبول کرد بود در مکه بین کافرها میگه با کافرها معامله داد پول میداد قرض با میگه میگن تو و حضرت میگه سال حجت الوداع بر ریباهایی بکار کرد یا عالم دلیل داره غیر با این حدیث لا ریبا بین المسلمین روایت دیگه هم داره و از دینار به دینارای گفته آیا دیمان برام دیگه نویسندگی داره من همین الاستانه کشای کتاب بای همین عباره لا ریبا بین المسلمین علامه مرفوع ایو مرسله یعنی صحابه از سند در دیگه خود امام کی روایت کرده مقبول از پیامبر خدا روایت داره بین یه نفر و رومی باشه صحابه باشه که نشته این حدیث میگم مرسل در مذهب ما قابل احتجاج است شافعی هم حتی بودم میشیدم نمیشون سه مذهب قابل احتجاج است این همیشه از مقبول نسبت شده است میگه که رسول نوشته آخر شما درخواست کرده باشید خیلی کتاب مفصل دو شده
در اونجا این بحث ریبا بین مسلمان چوی کامونش سیاه میشه بعد در آخر هم خیلی یک جمله خلاصه میکنه که امروز در بین فقهای مذهب احناف شبه اتفاق است که مذهب ابو حنیفه در این مسئله مرجوع قول جمهور راجع میگه خلاصش اگه اینکه بین مسلمان و غیر مسلمان نواسط دو باشن حرام میداره حضرت همین اسلامی و عدالت و غیرت ظاهری آورا میگه که این قولی مکروه میگه این نسبتش هم نداده با پیامبر مفتی میز علی اسمه چنو داره علی جمعه فتوش داره سیمنه در این مسئله باید ترجیح میتیم از این مورد میگه در دارالکوب به همه قول امام اعظم عمل کنه به همه قول از حنفی عمل کنه تو به شافعی خودمون و حنفی نیست